میگویند برادر یک سوالی داشتم، خواهش میکنم جواب دهید. من در غریبی زندگی میکنم. در جایی که من زندگی دارم برادرها خیلی بسیار هستند اما نماز نمیخوانند. با آنها رابطه کنم با کی نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره می فرماید و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. به مردم سخن نیکو بگویید. و قولوا للناس گفت، یعنی للناس آدم ها، به آدم ها سخن نیکو بگویید، یعنی هم زن ها، هم مرد ها، هم مسلمان ها و هم غیر مسلمان ها. سخن نیکو یعنی چی؟ سخن نیکو یعنی امر به معروف، نهی از منکر، دعوت کردن آنها به اسلام، سخنهایی که دور از گناه. این سخن نیک است، معامله نیک. الله تعالی امر کرده است مسلمان ها را در قرآن کریم که و قولوا للناس حسنا، به عموم مردم سخن نیکو بگویید. بنابراین اگر شما آن برادرهایی که نمازخوان شدند سبب نمازخوانی آنها را بپرسید، اکثر آنها میگویند که ما را یک برادر نمازخوان دعوت کرد به نماز، یا دیدیم که نماز خواند به ما تاثیر کرد، یا ما را تکلیف به نمازخوانی کرد، یا آنهایی که مسلمان شدند، دین اسلام را قبول کردند. سبب در چیست؟ میگوید یک شخصیتی بود همراه ما، یک جای کار میکرد و او مسلمان بود و بعض اخلاق او را میدیدیم و گاه ما را دعوت به دین مقدس اسلام میکرد و بالاخره سبب شد همون آدم که ما دین اسلام را قبول کردیم. یعنی محض آمیخته شدن مسلمان ها با غیر مسلمان ها سبب هدایت آنها شد. بنابراین شما اگر با آنها هم نشست نشوید، هم صحبت نشوید، آنها را دعوت به نماز نکنید، آنها از کجا هدایت می‌یابند؟ بنابراین باید هر یک بنده مسلمان هر کجایی که نشسته است، خیلی که در قرآن آمده است و جعلنی مبارکا حیث ما کنت، حضرت عیسی گفتند که الله تعالی مرا مبارک گردانید در کجایی که باشم. دعا کنید که پروردگارم مرا در کجایی که باشم شخصی مبارک گردان، شخصی با برکات گردان، به سبب شما مردم هدایت یابد. در صحیح بخاری و مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت علی گفتند که فوالله لان یهدی الله بک رجلا واحدا، قسم به نام الله تعالی اگر به سبب تو الله یه مردی را اگر هدایت کند، برای تو از شتور سرخ دیده اولاتر است. شتور سرخ در آن زمان بهترین مرکب و قیمت بهاترین مرکب، یعنی چیزی که سوار میشوید، یعنی گوییم ماشین، بهترین و قیمتترین ماشین گوییم از این دیده اولاتر است گفتم. بنابراین شما هر جایی که میشینید برادران خود مردم را دعوت به این دین مقدس اسلام کنید، دعوت به نماز کنید و هم نشست شدن شما و هم صحبت شدن شما برای آنها تأثیر نیک میرساند. ولی احتیاط کنید که بعضی انسان ها واقعا شیطان های انسی هستند، نشود که آنها شما را بی نماز کنند و به راه بد برند. یعنی وقتی که از ایمان خود و از علم و از اعتقاد خود ایمان کامل دارید، انشاءالله با همراهی آنها، با نشست آنها، با هم نشست شدن آنها به ایمانتان در امنیت باشید، بله نشینید. لیکن بینید که کم کم به سوی آنها لغزیده ایستادید و برعکس یک دو گناه آنها به شما تاثیر کرده است، در این حالت از آنها دور نشستنتان بهتر است. والله تعالی اعلم.